با مقصد در عمل تطبیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان از جانب اداره روزنامه ولایتی ختلان و سود ولایت ختلان آزمون ایجادی تحت عنوان معرفت حقوقی تشکیل و راهاندازی کرده شد. بعد گذشت چند وقت الکی بهترین ها معین شدند با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان کدام است و امروز در تالار مطبوعاتی قصر فرهنگ شهر بختر مراسم جایزه‌سپاری غالیبان آزمون برگزار می‌گردد که ما از روند آن به شما اطلاع بیشتر خواهیم داد. در تالار کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر بختر مراسم جنبش آزمون مشترک ایجادی اداره روزنامه ختلان و سود ولایت ختلان برای بهترین مقاله تحت عنوان معرفت حقوقی دور گردید. در آن معاون رئیس ولایت ختلان انزورد عبدالسلامزاده، سرمحرر روزنامه ختلان ناصرجان مامورزاده، رئیس سود ولایت ختلان نورالدین رسولزاده، اشتراکچیان آزمون، کارمندان مقامات سودی و دیگران حضور داشتند. نخست انزورد عبدالسلامزاده به سخن برآمده ذکر داشت که بررسی مسائل‌ها اوید به احترام و رعایت کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانون‌ها و سندهای معیاری حقوقی دیگر، بلند برداشتن حس وطن‌دوستی، تقویت رغبت شهروندان به دانش‌های ساحه حقوق و سه نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات حقوقی، پس گردیدن سطح حقوق ویرانکنی شهروندان از مد نظر حکومت جمهوری مخصوصاً پیشوای معظم ملت دور نیست. باعث خرسندی است که امروز از جانب اداره روزنامه ختلان و سود ولایت ختلان با تشکیل یک آزمون ایجادی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر به بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان جانبداری کرده می شود. نورالدین رسولزاده رئیس سود ولایت ختلان ضمن برآمد خود قید داشت که موادهای اشتراکچیان آزمون مشترک ایجادی معرفت حقوقی از جانب اعضای حکمان متخصصان کسبی ساحه با مقصد تأمین شفافیت آزمون و بهادهی بی‌غرضانه مورد آموزش کارشناسان قرار گرفته بهاگذاری گردیده است. رفت برگزاری آزمون مذکور نشان داد که ایجادکاران حقوق شناس ساکنان با مسئله‌های بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان توجه بی‌اندازه دارند. سرمحرر روزنامه ختلان ناصرجان مامورزاده ضمن برآمد خود اظهار داشت که اداره روزنامه در همبستگی با سود ولایت ختلان با مقصد دستگیری روزنامه‌نگاران، کارمندان رسانه‌های خبری شهر و نواحی ولایت و جمهوری، کارمندان ساحه‌های گوناگون، جوانان ولایت که در انعکاس بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های حقوقی و دموکراسی، مستحکم نمودن انستیتوت حقوق انسان و مناسبت‌های احترامانه به آن، بلند برداشتن مقام قانون، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن و تأمین نمودن ولایت قانون، تشکل دادن نظام استوار رفتار حقوقی، آزمون ایجادی معرفت حقوقی را اعلان نمودند. آزمونی که از جانب روزنامه ولایتی ختلان و سود ولایت ختلان راه اندازی گردید، محض از انمون پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد و این آزمون هم در زمینه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان نمودند و 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان میباشد که همه این چورابینی که برگزار کردن میشوند، این پیش از همه طور با نامبر کردیم. هدف از اینها این بلند برداشتن انمون معرفت حقوقی، شعور حقوقی شهروندان در جامعه میباشد. باعث قید مخصوص است که آزمون ایجادی مذکور سطح جمهوریوی را کسب نموده. در دایره آزمون مذکور به اداره روزنامه ختلان زیاده از 60 مطلب از مؤلفان مختلف وارد گردیدند. قسمت زیادی آنها در صفحه‌های روزنامه ختلان انتشار یافتند. طبق خلاصه کمیته تدارکات آزمون، مطلب شهنازه نصرت و ماجسترانت اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سزاوار جای یکم دانسته شده با دیپلم درجه 1 و مکافات پولی در حجم 3000 سومانی سرفراز گردانیده شد. جای دوم را فیروز سینازیمزاده نامزد علم‌های حقوق شناسی و زینتگل شابلخی و آموزگار لیسه دولتی رقم 1 شهر بختر اشغال نموده، هر یک با دیپلم درجه 2 و مکافات پولی در حجم 2000 سومانی سرفراز گردانیده شدند. کارمند سود ولایت ختلان نظرف بهادر، سردار شعبه عمومی سود ناحیه یاوان امیدجان حسین زاده و کارمند تلویزیون تاجیکستان دولتیار ولیف مقام سوم آزمون را اشغال نمودند. به هر یک آنها دیپلم درجه 3 و مکافات پولی در حجم 1000 سومانی داده شد.
дар интиҳо раис суди вилояти хатлон ва сармуҳаррiri рӯзномаи хатлон ғолибони озмуни муштараки эҷодӣ маърифати ҳуқуқиро табрику таҳният гуфта иттилоъ доданд ки матлабҳои дар дораи озмун нашр шуда то охири соли равон дар ҳаҷми китоби алоҳида нашр карда мешавад. ҳайати эҷодии рӯзномаи хатлон ғолибони озмуни муштараки эҷодии идораи рӯзномаи хатлон ва суди вилояти хатлонро барои беҳтарин мақола таҳти унвони маърифати ҳуқуқӣ самимона табрик мегӯянд. набиҷони саидаброр, абдулло риёев, толиб толибзода, рӯзномаи хатлон.